نمیدانم چه منزل بود و شب جایی که من بودم. نانا جو با چرا با گوش نشدی؟ ترک نکنی نانه چی بار کنی چاشت؟ چی بوده که بار کنی؟ مگه قلور تروش دیگه با چیزی رو داری بخونه؟ قلور تروش؟ ها دیگه چیزی که ما نداری؟ نانه به دنیا که بعد نمیاید دو رقم، یک از همین قلور تروش یک هم از شلقم. نمیدانم چه منزل بود چه جایی که من بودم و هر سو رقص و بسمل دو شب جایی که من بودم. پری پیکر نگاره سروقت و لاله رخساره، پری پیکر نگاره سروقت و لاله رخسارت سراپا فتیدی بود و شب جایی که من بودم. سراپا فتیدی بود و شب جایی که من بودم. نمیدانم چه منزل بود و شب جایی که من بودم. خدا خود میری مجلس بود و اندر لامکام خسرو. خدا خود میری مجلس بود و اندر لامکام خسرو. محمد شب محفل بود و شب جا که من بودم. محمد شب محفل بود و شب جا که من بودم. هر صورت نه ما قرار که دیگه نال میتونم منو قرار شما قلور تریش کار همونتا مقبول مرتب اونال بخواه چیزی میندازن بندازن خیرت پرت چیزی. انا من میرم قرار که دیگه بخونه خالق میرم، بخونه خالق مادر عباس میرم. شما اختیار کرده که هرچی ما این بار همین کاری رو که تو با مادر نکنم. خونه خواهم هر روز بزی خونه میری نمیکنم دیگه. نه برو بایی بخون بایی نخون برو. چرا کجاست؟ آقا نه ما کلی داره و یکی اینگه تک تک بکنه. نال خاله به شاید شروع داشته باشه، شاید اشکنه باشه، شاید دیگه اول خودت بیار هستی خیلیته اینجوره چیگه پایه شکر زنده بیا آمدم چاش میمون شما شدم. بیا گیلک جو بخورم. بیا که مرسترم پخته کرد. مرزمه؟ نه بابا بیا دیگه نگفتم که مرزمه پخته کرده. خوبه بابا دیر من از صبح نقشهش گیلک میاد. مرسترم تو پخته کردم سر باره. چی پخته کردی؟ چی پخته کردم؟ چیزی که خوش داری گیلک جو. بگم خیلی خوش داری. چیه؟ قلور تروش. چی؟ قلور تروش. اما دیو نقشه گفتیم گیلک جو میاد تو خوب دیگه واسه بار میکنم. کجا میری؟ خوش ندارم. چی خوش نداری؟ قلور تروش. تا دل تو دیگه ما کم تو قلور تروش خوش نداری؟ برو با مدار خوب بگم تو محکم سر دیگه بکن. مدار منی هم سرا. خود تو برم تو محکم سر دیگه بکن. چرا؟ خوش ندارم. گیلک بیا.
نه میری گیلک بیا گیلک بیا نره بیا با قلوتوش خاطر مادر ما نبودم بیا خب گیلک اختلاط کن دیگه اختلاط کن چی بگو؟ کجا بدی؟ ما همون چاش بسلا کن همه قلوتیریش دیشتم بابا ایلا خب شما تا از اینا چی بیندازن خیلی پرت؟ گیلک ما همه پیری میفهمیده که بعد تو میگه قلوتوریش بفهمیدی؟ خیلی بعد بمیره که گیلک چی؟ میفهمیده ما بازم منطقه با او قلوتوریش که شما پخته میکنید تا از اینا خیلی فرق داره بفهمیدین؟ این دستاتو دیگه پاک هم؟ ها دیگه مثل دستاتو کنی گیلک گیلک قلوتوریش خوش نداری؟ اینا تو بخواه اینا سکشته قلوتوریشه نه بعد بوی به سر کله ما بخوره چیز میشون اینا فرق داره به تو میگم آن فلانسا میشون اون فرانسه نمیشه اینا فرق داره اینا رو میندازین تایم یا اینا سلاطه میندازن تدک دیگه تده قلوتیریشا هم؟ خیر مادر موزه سر دک پخته میکردن چه نون پخته داشتن گفتن خاله برسی دیگه بگن تیار کو نون پخته داره گفتن دیگه تیار کو تو ایدون که تو نمیدی باشه اینا بخیر تیار نکنه که نه من بیاید چاش خودش رو میزنه اینا خوب کیف میکنه دستا خود بیشیشتی دیگه آه ما خاطر رغبت ما نمیشه ها ما خوش ندارم قلوتیریش خوش ندارم چه خوب بعد نمیاد اگر قلوتیریش بخوردم انا چه شدم سوخت کمر شدم گیله جو اما قلوتوری رو تو خیلی نازناک و بفهمیدی نه چاش خیلی باشه برو با ما برای که دیگه تخم مرغ بستو چشم تخم مرغ بستو 7 تا بستو 7 تا آه گیله جو 7 تا تو ما به یک هفته میخوره 7 تا بیا ما با 7 تا سرم نمیشون بابا نمیکنه ایلا میگم اشتیا تو خیلی صافه نه گیلی جو نکن دستاتو علی بخور گیله علی بخور گیله جو تو به تو چای بده همینجا بشی خوبه من دیگه آور کنم پاشو کن لواش بشی دیگه آور با اینجوری میتونه مدر با من میزنه اختار من لمش نکن خب بخونی شون کی بیده کی؟ بخونی نه یکی یکه علی باش ما اینا رو بندازم خوبه گیله جو اوه ایلا از اینا مثل خاک به بالا بیایی چیکار کنی؟ اینجا چه الان پالیه پال به اینجوری بیه نه این باید خاطر به اینجوری خیلی باشی بیتره بفهمیدی باش ما اینا رو بندازم خب پیکنیک خود روشن کنی و نه آقا باشه یک بار دیگه ما روشن کنم عباس بله من میرم چه خاله کجا میری؟ میرم خب استگ با تو این تخم مرغ میستنم نه گیلا ها نه میرم تخم مرغ میستنم نمونه بیا تو میرم تو بیا میرم با تو کار دارم بیا آره گشنه با تو آن میرم میستنم بیا نه ما میرم بیا کجا ها شوخی کن گیلا خواهی تو بیا برم بیا تا نمیرم تخم مرغ میستنم اما میرم با تو میستنم نمیشه میرم با تو تخم مرغ میستنم برو نونا شما هنو ناوردیم من چه ترسی بگی صبر خود تعمل کنم من میاره دیگه چیدن دل ما چی میگه؟ هر چاش نشده دل ما میگه ولنگ میکنم بیا نره بیا جانم بریم سر تو کار میرم سلام میکنم بیا بیا که دست میرم خونه کاکا عباس من نمیتونم تو بیا بیا تو تو اختار خود بجون ملمش تو بیا برو دیگه برو بله چه کاری گیری؟ چیزی جانشتنی جانجوره و چه بابا؟ اختیار هست خیلیته شکر فضل خدا اخ اشتنم مادر تو شکر خوبه
چی گپایه؟ قرار قدری خبر داری؟ اچی خبر نداری ها؟ نه ها تو دیونی خبر نداری بفرما سرا بیا کمه خب بسر خبر نداری ها؟ اچی خب ما چاش میمون شما نو نه بابا نه من باشی میامونم میمون شما نو چاش چی داره؟ چار غذای دلجونی چی میشه؟ امیت خوش ندارم مگه لگمه چون تو هم خوش نیانه چیه؟ بلور تیریش جان چرا بخیستی گیلا چرا بخیستی بیا چری بیا خوب بیا تو بیا بابا تو کار دارم بیا تو بیا با تو پول میدم بیا خود تو یک دفعه بیا بعد میایه اچی اقولی تری سرکو برو با مادر خوب بگیدم ما کم سر دیگه بپوش چری من بعد میایه رنگینا خوب بیا نگه چیزی به تو بار میکنیم بیا خونه خاله خواهم برفتم این چی به بار نکردم من عباس میگه تا شوگوشون نگی چی ندام یعنی به سرا ادونا تا برفتی بسرا کی؟ به سرا عباس اینا برو تو من هرچی گوشون نگو دیگه آخر گفتن که بشی بیارم نورم گوشنه ما تحمل ندارم خوب بیا به تو نگه چیزی پخت نمیکنی میدی میشه خوب بیا به تو گلوتوریش نمیدیم بیا با بیلا که زبون نافهمی با بیلا برو برفتی به خاک کنی به چه گوگا گیلا گیستن چی گپای خیلیات یا بخیر راست جنجوره کجا هستی طرف ما برو به سرا شما دیگه خوب برو من برم کنون بستانم چاش خو میمون شما نومه باشه برو چشمامو زنده باشی سلامت باشی چی بار کردم مادر شما؟ غذا محلی نه بابا غذا محلیه غذا محلی اسم محلیه همون غذایی که باز ما خوش دارم محلی محلی غذا محلی مثلا چیه؟ غذا محلی دیگه نمیشناسی تو نه غذا محلی نمیشناسی برنج گوشت لنگ نه دیگه برای اینجا گوشت لنگ چره چیزه؟ قلور نه قلور همیه آش نه پتیماش البته غذا محلی تا نخوردی به غذا محلی دیگه میناش چیه دیگه؟ غذا محلی قلور تروش چی؟ قلور تروش غذایی که من خوش دارم تو برو به سرا برو من میرم کنون بستانو میاد چره رنگازی قلورتونش به خاک شد باید سرای میرو حالا با رودی به بگه که اگه دیگه نیاری به پای دیگه نیاری میگه من خود به چپه میشم قلور تروش چی بیتر خوش ندارم اعمال به بیشتری خونه ها پیدا نمیشه مردم سرگردونه برای تو میگی من خوش ندارم نه بابا بد هوا خنک شده دیگه وقت قلور تروش شده دیگه چیزی نیه وقت نمیبری چیزی نیه برای ما مادر خو بگه ما کم سر دیگه بپوش خود تو برو به خونه ما میرم نیم بستانو میارم نه بابا نه ما من قلورتونش من رنگمون زبط به شما نمیاد که قلورتونش بیاد وای چیز خوب آدم گنده که با کی مأثر میشه بله غذا محلیه او عمال خیلی مردم ها برای چیزا میگرده فعلا به مملکت ما کاسته قلور تروش دیگه به شما بگم قرود قلور شیر کیچیری اینا غذا محلی تو نخوردی که بفهمی برو بابا چرا که لک پا خورد دراز کردی؟ البته اون مادر تو بسده پا خورد جمع که یک سکیل تیر میشه پا تو بزید میکنه سکل بری پا ما چی باید؟ وقتی پا تو دراز کرده تا کچه بعد هم از تو پا خورد دراز کردی به چی نادانی کنی؟ نون میخواییش نه خب چه به خونه میری نون نمیخوری؟ ما قلورتونش داره قلورتونش داره؟ ما هم قلورتونش داریم بیا که بره من به خونه ما بره البته مادر تو قلورتونش ندار نه خود بد نمیایه از چی بد تو میه؟ قلورتونش قلورتونش بد تو میه؟ قلورتونش که بد تو میه پس چی خوش تو میه؟ ها؟
از کی؟ از چی خوشت میاد؟ شما غیر از این قلوتوریش بخونه شما پیدا شده که چیه؟ گوشت تشکال. موضوع شکار دان هم میفهمی. بگم تو مادر تو بسده؟ نه ما قلوتوریش داره من تو میخوری اما خو خالا خو همه قلوتوریش نیستن که تو به دنیا که بعد نمیه قلوتوریش. آخه برا جو وقت قلوتوریشه هوا خنک شده می محله رو مال تو برو 50 سال سکو حتما 40 سال قلوتوریش داره قلوتوریش خود مال مزده میده دیگه وقت نه اگه خوش داری بیا بده مثلا ما قلوتوریش داره ها؟ تو پاپا خود جمع کن خوبه یه دیگه هم جمع کنیدن دیگه خود نمیشه دیگه اوی که جمع کنن دیگه چکار شد آنه بسکو ای جمع آنه خوبه یعنی می پاتی حتما مگه یکی دراز باشه بابا رمضان تو خیلی سردل داری آنه برارم آنه من جگه چراغ راهنمایی کنی ای که یکی مگه همیشه آنه پا خور بزی برآور میکن آنه خوبه حال خوبه رزی تو به نظر مجال تو برسیده که آنه بزی رقم خوبه بزی رقم هم خوش نی حالا چه نون خشک میخوری؟ بابا ما قلوتوریش داریم نما یعنی با تو خیلی چیل لک دل میسوزه من تایرم برو بخواه یک تو مرغ بسته برو گفته که بخورک وقتی برو وقتی تو به می جوانی پول نداره به خود اگه چیزی بستونی وقتی تاکی چه پا خود دراز نکن که بعده مردم تیر میشن و خب بعده چی میگم به دل خوب